میدونستید اسم خیلی از کشورها و اقوام در واقع اسم یک فرد بوده، اسم فرزندان و نوادگان حضرت نوح. حتی اقوام و مناطق در ایران مثل ترک و کرد و خزر. بیایید نگاهی به شجره‌نامه حضرت نوح تا حضرت آدم بندازیم. بعد در این شاخه حضرت نوح رو داریم. نوح فرزند لمک، فرزند متوشله، فرزند اخنوق، فرزند یارد، فرزند مهلائیل، فرزند قینان، فرزند انوش، فرزند شیس، فرزند حضرت آدم علیه السلام. اینجا فرزندان حضرت نوح رو داریم. حضرت نوح 4 تا فرزند در تاریخ براشون ذکر شد. یکی یافس هست که ارم هم اسم دیگرشه، یکی هام هست و یکی کنعانه و یکی سام. یافس در منطقه شرق آسیا مستقر میشه، هام در آفریقا بعد از طوفان نوح، کنعان که غرق میشه و سام فرزندیه که فرزند اصلی و احتمالاً فرزند بزرگ حضرت نوح هست که کفن و دفن حضرت نوح رو انجام میده و فرزند مورد اعتماد حضرت نوحه که آسیایی ها از این شاخه گسترده میشن. بر این اساس ما میایم فرزندان تک تک حضرت نوح علیه السلام رو اینجا بررسی میکنیم. شاخه یافس. یافس چند تا فرزند داره، یکی به نام معجوج، یکی به نام ماشه، یکی به نام ماش، یکی به نام نویل و یکی به نام جومر، که اینها هر کدوم اقوامی رو تشکیل میدن که اینا هر کدوم یک کشور شدن. الان معجوج و یعجوج، اشبان، خزر، ترک، نبیت، نمرود، برجان و ثقالبه، که اینا هر کدوم یک قوم رو تشکیل دادن بعدها و مبنای یک کشور شدن. فرزندان هام، کوش، کنعان، غوت، که این کنعان با اون کنعان چیز فرق میکنه. بعد فرزندان هر کدوم اینا، کوش یک فرزندش هنده، یکیش حبشه. اینی که سرزمین هند و سرزمین حبشه اسم یک آدمه، اسم یکی از نوادگان حضرت نوحه. و فرزندان کنعان زنج هست و نوبه. اینم با 2 نقطه جغرافیایی هست در حال حاضر و 2 منطقه است که تقریبا در شمال آفریقا هستن. و یک فرزند دیگرشون قوت هست که از قوت قبط متولد شد که قبط در واقع مصر رو تشکیل میده، کشور مصر. بعد این شاخه دیگه سام هست که سام به 2 شاخه تقسیم میشه، یکی ارفخشد و یکی ارم. شاخه ارم رو بررسی میکنیم، تقسیم میشه به او و عاد. قوم عاد اینجا هستن که تمدنشون متوقف میشه. حضرت لقمان فرزند عاده و حضرت هود هم فرزند عاده. و بعد یه فرزندی داره حضرت هود به نام صاد، بعد به نام طالح و حضرت صالح علیه السلام، پیامبر بزرگواری که بر قوم ثمود نازل شد. و در شاخه دیگه هم ثمود هست، فرزند جازر و فرزند ثمود و فرزند ارم و فرزند سام. پس ما اینجا 3 تا از پیامبران خدا رو در این شاخه داریم، یعنی 2 تا از پیامبران و یکی از حکما. بعد شاخه ارفخشد، فرزندش شالخ، فرزندش هود و فرزندش آبر. این هود غیر از اون هود پیامبر هست. بعد آبر 3 تا فرزند داره، ملکان، قحطان و فالخ، که این قحطان جد اعرابه، عربهای اصیل، عربهای عاربه خودشون بهشون میگن. این عربهای عاربه، قحطان فرزندش جرهم هست که امروزه در مکه منطقه به نام جرهم داریم. بعد عمر هست، مزاز هست و حیفا بنت مزاز. بعد این شاخه دیگه ارفخشد، یعنی حضرت نوح
سام، ارفخشد، شالخ، آبر، فالق، رع، سرو، ناخور، تارخ که از تارخ در واقع 2 تا فرزند متولد میشه، یکی حضرت ابراهیم علیه السلام و یکی هاران. بعد باز مجدد حضرت ایلیا، حضرت خضر نبی، حضرت خضر فرزند ملکان، فرزند آبر، فرزند شالخ، فرزند ارفخشد، فرزند سام، فرزند نوح علیه السلام. این هم نسبت حضرت خضر، ایشون زنده هستن الان. پروفسور دانش در کتاب تخصصی مواضع الاسرار که به عنوان کتاب مرجع در مراکز پژوهشی مورد استفاده قرار میگیره، به اسامی دیگه از این نسل و مناطقی که برخی هنوز با همان نامشان مشهورند اشاره میکنند: ترک، کرد، خزر، جیل یا همون گیل که منتسب به منطقه گیلان امروزیه، دیلم، منطقه نزدیک به گیلان که الان به دیلمان معروفه، فرنج یا همان فرنگ یا فرانک که به ساکنین اروپای غربی منتسبه، سین یا همون چین، ابرانیون که قومی در منطقه فلسطینه، جراجمه که منتسب به جرجمی منطقه در ترکیه است، روم، سریان که منطقه در ایران باستان بوده، سمند، سودان، حبشه، هند، سقالبه که قوم منتسب به سقلب که به اسلاوهای اروپایی و ساکنین اروپای شرقی مشهورند، ارمن که منطقه ارمنستان کنونیه، یونان، قبط که همون مصر کنونیه، اوت یا گوت که منتسب به آلمان شرقیه، نبت که منطقه در بین النهرینه، قرس، کلنانیون، لمان، اشبان، زوبله، یعجوج و همینطور معجوج که در شمال آسیا بودند. من دکتر نیاک هستم و در ویدیوهای بعدی مطالب بیشتری در رابطه با شجره‌نامه و ژنتیک و اصالت خدمتتون تقدیم خواهم کرد. سپاس از همراهی شما.